سلام دوستان عزیز، حالتون چطور؟ آقا امروز اومدیم 10 برتر سیزن 6 کالاف رو بدیم که راحت لژندری کنید و لذتش رو ببرید. بریم برای ویدیو. لیتس گو. خب دوستان، گانه اولی که میخوایم بهتون بگیم بولگره. اتشش هم آخر ویدیو همه رو براتون میذارم و فعلا گیم پلی رو ببینید. هر کدوم از گانه که دوست داشتید رو بردارید. بولگر ایمش معمولا دیر باز میشه، ولی خب این اتش کشیدن ایمش سریعه، بد نیست، خوبه برای رنگ کاپ و اینا، ولی برای تیم دست مچ 50-50. گانه بعدی باله 27 که درست تلفظش کنم. این گاه خیلی این سیزن باف شده و خیلی بد میزنه، چه تو این تیم دست مچ، چه هارت پوینت، فورتنایت، کنترل، دیگه سرچ اند دیستروی، همه چی خیلی بد میزنه. این اتشش هم خیلی خوبه و برید لذتش رو ببرید. خب دوستان، اینم از گان بعدی. اچس بد وان شات میکنه این سیزن، ولی به درد هارت پوینت و اینا نمیخوره، ولی من خب چون بات بودم تو هارت پوینت برداشتم و تو تیم دسمچ خیلی به درد میخوره. ببینید اصلا گیم پلی وان شات هایی میکنه که اصلا پشمتون میریزه. ایم من یکم زیادی اصلا با اچس خوب نیست، ولی خب ببینید فقط دیگه عشق کنید. خب دوستان، اینم گیم پلی با یو اس اس، تمام معمول گان بافترین گانه بازیه از اون موقعی که اومده، نرف نشده، مثلا یک کم حدودی. گیم پلی براشون کم گذاشتم براتون، یکم گیم پلی خوب در نمیاد. دوئل رفتم با یو اس اس، بعد اینم اتش دیل خیلی این سیزن خوبه، بعد ریچسترش خیلی خوبه، هیپ فایر و ایناش هم عالی میخوره. بعد دیگه همین دیگه، برید گیم پلی رو فقط ببینید. خب دوستان، اینم اتش کوشکا یه 360 ناز خوابوندم در گوشه یارو. کوشکا اصلا هیپ فایرش این سیزن نمیخوره، ولی خب خوبه دیگه برای رنک و دوئل و اینا عالیه. یعنی اینم شانسی خودمون شده. تون را بهترین گان طبق معمول و عشق، من که یه گیم پلی یه شات خوب داره سویچ عالیه این سیزن. بریم گیم پلی رو ببینید اصلا عشق. با ایمار زد در گوشم. خیلی بافه این سیزن دیگه. بی 50 خوبه این سیزن، اتشش بد نیست. ببینید اگه دوست داشتید بردارید دیگه. من خودم برمیدارم بعضی موقع، ولی خب همیشه بر نمیدارم. خب دوستان، گانه بعدی پیو دبلیو هستش و واقعا بافش سنگینی خورده این سیزن، خیلی خفنه این سیزن پیو دبلیو. اصلا گیم پلی رو ببینید خودتون میفهمید دیگه بافش چقدر زیاد شده. رنج و نگاه چجوری نقطه زد و عالیه دیگه، مخصوصا اگه این اپیکشو داشته باشید، ایمش خوبه، لجندشو داشته باشید که چه بهتر، یه عالی میشه. و اینا اتشمنتاشون و دانلود دارم پریده دیگه، نه اتشه رو ببینید بردارید دیگه. خب دوستان، امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و اینکه راحت بتونید رنگتون رو لجند کنید و لذت ببرید.
و اینکه تا یه ویدیوی دیگه فعلا خداحافظ.